کاپیتان ستار همدانی بودن؟ بله، یه سری از بازیکنان نبودن. فکر می‌کنم بازیکن پرسپولیس تو باشگاه آسیا بودن. آره یعنی راستی یه یادی هم بکنم از مرحوم علیرضا صادقی جو 7 8 درصد است که بین ما نیستن. هم خوب زدی ها خداییش. یه موقعی کارایی می‌کردم راست. وحید هاشمیان هم بود ها. آقای مجیدی بودن الان یادمه. بله. بعد خوشحالی بعد از گل قبول بلد نبودی اصلا؟ نه واقعا. چون اینقدر کم گل می‌زدی یعنی خب میگفتی اون موقع البته کم گل نمی‌زدم آقای فردوسی. بالا شما می‌خواید بگین اینو؟ نه آخه اون زمان که فوروارد و اینا بازی می‌کرد خب به هر حال هر از چنگای گل. پژمان جمشیدی یکی از چهره‌های شناخته شده سینما و ورزش ایران در تاریخ 10 شهریور 1356 در تهران به دنیا آمد. زندگی او تلفیقی از دنیای ورزش و هنر است که هر یک به شکل پررنگ و تاثیرگذار در روند موفقیتش تاثیر داشتند. پژمان کودکی خود را در خانواده‌ای فرهنگی و تحصیل کرده سپری کرد. پدرش دبیر زیست شناسی بود و مادرش به عنوان معلم دبستان خدمت می‌کرد. خانواده‌اش با درک از اهمیت آموزش و تربیت فضایی ایجاد کردند که پژمان بتواند استعدادهای خود را در جهات مختلف پرورش دهد. سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو کانال ما نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما شوید و برای اینکه اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید، زنگوله کنارش رو فعال کنید. پژمان جمشیدی در محله گوهردشت کرج رشد کرد و از کودکی علاقه ویژه‌ای به ورزش و فعالیت‌های بدنی داشت. او یک خواهر و یک برادر دارد. برادر بزرگترش به نام هومن متولد آذر 53 و خواهرش مامک که اردیبهشت 61 به دنیا آمده است. عشق پژمان به فوتبال از همان سالهای ابتدایی کودکی آغاز شد. او خاطراتی از علاقه شدید به توپ‌های پلاستیکی و بازی‌های کودکانه‌ای دارد که به مرور مسیر او را به سمت فوتبال حرفه‌ای هدایت کرد. وقتی از او پرسیده می‌شود که دقیقاً چه زمانی به فوتبال علاقه پیدا کرده، او همیشه با لبخند می‌گوید که این علاقه از همان دوران کودکی با او همراه بوده و به طور دقیق قابل یادآوری نیست. پژمان که از کودکی عاشق فوتبال بود، فعالیت ورزشی خود را از تیم‌های محلی و مسابقات آموزشگاهی آغاز کرد. یک روز وقتی هنوز دانش آموز دوره راهنمایی بود، معلم ورزش او را تشویق کرد تا به مسابقات آموزشگاهی بپیوندد. این تصمیم برای پژمان سرنوشت ساز بود. او با ارائه مدارک لازم به این تیم پیوست و به زودی درخشش خود را در زمینه فوتبال نشان داد. در ادامه او به تیم‌های باشگاهی بزرگتری مثل تیم نوجوانان دارایی تهران راه یافت و در آنجا تحت تعلیم مربیان حرفه‌ای تکنیک‌ها و مهارت‌های بیشتری را یاد گرفت و در مسیر پیشرفت قرار گرفت. پژمان در سن 18 سالگی و در سال 1374 به تیم دارایی پیوست و به زودی برای بازی در تیم ملی نوجوانان نیز دعوت شد. 2 سال بعد یعنی در سال 76 به تیم جوانان کشاورز پیوست و بعد از مدتی کوتاه به تیم سایپا دعوت شد. توانایی‌های چشمگیر او در زمین فرصت‌های جدیدی را برایش فراهم آورد و حتی از تیم وولفسبورگ